خیلی گوش. اسم این چی در رو پیدا کردیم؟ اسم این ماده؟ زاج. وای خود بسرم گود بسرم. چرا یادم رفته بود که زاجه؟ خب منم یادم رفته. آره اشکال نداره. زاج آخه یکی از دوستان گفت زره داری میبافی. آره به منم خیلی میگن. آره قبلا چی جوری میگفتن انقدر سری زره؟ چی بهترین چیز جهانه؟ نوشیدنی جهان. آره ما تو خونمون هر کس یه چیزی استفاده میکنه، یه لبنیاتی استفاده میکنه. من شیر مثلا آوادوغ هستی کلا لبنیات دوستیم. خیلی 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 خوبه باحاله. خیلی دوستش دارم خونمون. هستی چی؟ هستی ماست فکر کنم دوست دارم بیشتر. خب با هم دعواتون نمیشه هر کدوم. هنوز به اون لول خواهر برادری نرسیدیم سر خوراک دعوا کنیم. یکم معذب. آره هنوز یکم معذب احساس چیز دارم. یعنی خیلی دارم فریخته رفتار میکنم خودشو. یعنی واقعا اگه علمیا بودن مثلا واقعا فریخته رفتار نمیکردم. چون مثلا نمیدونم خیلی فریخته دارم رفتار. اتفاقا شاید اونا خیلی تاثیر گذاشتن که الان با آدمای همسن خودت اینجوری رفتار کنی. نه آخه فریخته ای که دارم میگم از لحاظ این که مثلا اگه ارمی و الینا بودن و پیتزاشون داخل یخچال بود خب میخوردم، ولی پیتزای آما رو نمیتونم بخورم. ولی خیلی خوشمزه بود. 2 تا اسلایس به خاطر همین یکم میگم از این جهت وگرنه واقعا همخونه خیلی جالبی دوست دارم. خیلی جالبه ولی خیلی هم مراقبت میخواد دوستی. آره واقعا. چون انگار مثلا خانواده انگار تحمل میکردن ولی بعد اخلاقتو درست کنی تو دوستی نمیشه. انگار نمیدونم واقعا چه انگیزه‌ای بین خانواده بود که خانواده همیشه ثابت میموند و همیشه مثلا اوکی بود بات. یعنی اینطوری نبود که از جامعهشون بتونی بری بیرون، یعنی بیرونت نمیکردن. مثلا واقعا مثلا اینجور چیزا چیز نکردن. ولی خیلی داشتم بهش فکر میکردم که مثلا چی میشه که آدم ها پس کنار هم میمونن، مثلا کسی که با هم تو رابطن و اینا مثلا با هم دیگه دوستی ها یا خانواده؟ نه مثلا رابطه اون شکلی نه دوستی میمونن مثلا با هم دیگه مثلا خونه چیز و اینا. چون واقعا نمیدونم خیلی سخته. چی سخت؟ نمیدونم اینکه وسط خونه نه مثلا رنگ نریخته باشه خیلی سخته. آها یه سری قوانین. آره دیگه واقعا با آدم تمیز باشه. یه سری از دوستان یه چیزی گذاشته فضای کار اشتراکی ساختن، بعد داشتن گفتم بیاین فیلم بگیریم مثلا آدم رو بیان. خیلی باحال فضای کار اشتراکی هنر این دوست دارم. خیلی مثل الان ببینم که کار گروهی انجام بدن. آره واقعا خیلی خوب.
اصفهان هم خیلی باب شده، خیلی زیاد شده. یه دونه داره همین نظر یه هیو. آره دقیقا و من میخواستم برم بعد اشتراکی یک سالش هم خوب بود 3 تومن فکر کنم. هر وقت میخواستی میتونستی اشتراکی بیای پیش. ولی فکر کنم ساعتی بود. ساعتیه ولی خب یه اشتراک کلیشو که بگیری میشه چیزی حدود 3 تومن 3 خورده 3,900 اگه اشتباه نکنم. روزی 100 خورده. واسه بگیری چیکار کنی؟ من همین چیزا هم خواستم میپرسم چقدر به خدا میزنم یه روزی یه کارگاه عظیم و بزرگ خفن میزنم. میشه ایران بزنی؟ آره ایران. اون موقع دیگه هیچ کس ایران نیست، همه ایران رو ترک کردن. نه آب داره نه برق داره نه هیچ چیزی. یه چرانی. من واقعا عاشق ایرانم. بعضی وقتا انقدر عاشق ایرانم باورم نمیشه. همه عاشق کشور خودشونن. یعنی ناخودآگاه اینطوری این که ها ما برتریم. اینو میشنوم چون این اواخر که حالت بد بود خیلی واقعا ناراحت بودم. آخه دیدیم مثلا بعضی وقتا از معشوق ناراحتین اینطوری که ازش متنفرم، در صورتی که نمیتونی متنفر باشی بیسیکلی، ولی خب بالاخره دردها. نمیخوام واسه ایران جفا پیشه باشم ولی خب ببین فکر میکنی چه چیزی از نسل ما روی مخ نسل شما اذیتش میکنه؟ آخه آدم داریم تا آدم. نه به صورت کلی، نه اینکه حالا بخوایم موردی محتاطیم خیلی. مثلا مامان من زیاد اجازه کله خر بودن من نمیده، در صورتی که من واقعا خیلی حمایت میکنم از کسی که کله خره، چون که کل پوینت زندگی همین دیوونه بازی هست دیگه. چرا من با آدم عاقلی باشم؟ نمیخوام. بذار دیوونه باشم و خیلی خوشحالم که اینو داره صاف میشه. خیلی شوکه صاف. دیگه متوجه شد. آره من خیلی خوشحالم که این داره درست میشه. اینقدر دیگه مونده که برم به اون ورش چیزی این ورش گرفتش. آخه چون این همونجوری که داشت مثلث میشه و دیگه این سمتی میرم پایین. خیلی خوبه. دوستان بشینم سالها ببافم. احساس میکنم که پس خیلی لینک شدی باید. خیلی دوست دارم. میدیدم من ویدیوها رو آخه. خیلی دوست دارم. کلا من از این پروژه های این شکلی خیلی باحاله. خیلی
دفعه